دیگه تمومه. آروم برید سر کلاساتون. آقا اجازه ما تشنونه ما آقا ما آب نخورده. بسیار خوب. هر کی آب میخواد 20 سر صدا بیاد همینجا وایسه تو صف. اول که نوبت کلاس اولیا. برید صف. ساکت به همه تون آب میرسه. هر کسی آبش خورد میدوه میره سر کلاس. فهمیدی؟ آقا خوب میره. چه کسی دن آبش میره؟ آقا نکن چه کسی دن آب میره. کی خمره رو شکونده؟ خودش راست چی بهت بگه؟ کی این کارو کرده؟ برش تو بیارش. نخندیم یه کار خوبی کرده. چرا در رفتی؟ کجا میرفتی؟ آقا ترسیدم. ترسیدی؟ از چی ترسیدی؟ از خمره؟ آقا جونو آقا من خورم که ترسیدم نگردن با. چرا جیبت چسبیدی؟ تو چی قایم کردی؟ آقا فقط تیر کونه. برش تو بیا اینجا بینم.
پنج بیا اینجا. مگه با تو نیستم؟ اینجا بینم. درش ببینم. من میتونم میگم در بیار. اینا چیه تو جیبه؟ خوب خودتو رسوا کردی. با تیرکمون زدی خمره شکستی الان داشتی در میرفتی ها؟ نه آقا جونوار آقا من خودم نشکست آقا. فقط آقا من چوغ میزنم. پس اگه تو نشکستی چرا داشتی در میرفتی؟ ها؟ آقا چیز تو مرتبش کن آقا وش میده تنزن گردن ما. کی؟ آقا وش میده آقا. آقا داده نیش نگریش آقا خخ به کف نه. آقا برای در بیار آقا. آقا جزه ما بگن آقا راست شو بگد ما هیچ وقت نیدیم سعی بزنه بخونه ولی هیچ وقت تیر کم از دستش نمیفته. آقا خورا نشکست آقا. نه آقا خدا آقا نشکست آقا برای دورم آقا. دیگه نبینم تیرکمون تو جیبت بذاری ها باشه؟ جاج آقا. بری اومد آقا شاید خودش خود به خود شکسته. آقا ما 5 سال یکی کوده داشتیم شب سالمون صبح که بیدار شدیم دیدیم طرف برشته اون شکسته. شبای کبیر خیلی هواش سرده. تو این ده کسی پیدا میشه خمره رو بهم بزنه و بچسبونه؟ آقا نمیگه؟ کاظمی بگو کیو میشناسی؟ آقا آقا غلاز آقا پیر قنبل آقا بلد خوره چسبونه. پارت آقا خوره سرکا شکسته و هم پیر قنبل آقا ما چسبون. قنبری برو خونه ببین اگه بابات هست بگو زود بیاد مدرسه. بدو. دیگه نبود چطور؟ تو حالا برو شاید باشه. بچه هم سریع برین سر کلاس. بدو این. بدو دیگه زود برو. زودم برگردی ها. باران بادام باد بابا باران بادام باد باران بادام مسئله از اون حل کردی؟ باری کردم جعفری تو عمل کن بابا باران باد آقا پیر خونه نبود. پس تا حالا چیکار میکردی؟ صبح کجا حالا کجا؟ آقا خونه اون تگیده آقا دوره. بابات کجا رفته بود؟ انا بالد کمک منشده لا زنی بکرم. گفت نمیتونه گرفته ای دارم یه وقتی دیگه میخوام. خیلی خوب همه چی فهمیدم حالا برو سر کلاس بدو بچه‌ها دارن ریاضی بیاری حل می‌کنن. نمیخواد بیاری. برای چی نمیخواد بیاد؟ بیاری پول میخواد به کسی نمفته که کار نمیکنه. دروغ میگه بیار من پول دوست نیست امروز کار دست سوا میاد. حالا میبینی بیاره اینم میاد. خیلی خوب بس دیگه حالا برو سر کلاس. خوب نیست آدم پشت سر کسی حرف بزنه فهمیدی؟ بله. باریکلا. بابا بادام باران بادام بابا. آقا بچه ما رو بیچاره کنم مقال مرتا بیرون برن ما حرفش نمیشه. میخوام برم بیرون چه کنم؟ میخوام دیر بهتره جواب بخورم. آه خیلی خوب برم اما مواظب باش که تو صف برن همدیگه رو هول ندن تو آبا. برو زودم برگردی. آقا همه رفتن. پس برو دیگه شلوغ نکنن ها مواظب باش تو آبم نیفتن. به همه سعی نکن. چیه کی بود؟ ما هستم آقای حسین منم آقای مدیر. خیلی خوش اومده چه عجب بد نباشه بفرمایید تو. عجبی نیست زبان خواهش میکنم بفرمایید. چی خیر رو بگیر بخواب. خیلی خوش اومده خونه ما رو روشن کرده. سهرتون گشته. بلند شو مدیری دومه. خونه ما رو روشن کرده. این نکشی. یا الله. سلام. سلام قنبری. خیلی خوش اومده خونه ما رو روشن کرده. خیلی خوش اومده یا الله. بچه رو ناراحت نکنی.
ما یه دقیقه میشینیم و میریم. میبخشید مزاحم شدیم، اونم این وقت شب. آقا اختیار داره، خونه خودتونه. والا خمره مدرسه شکسته، بچه‌ها همه سرگردون شدن. شنیدم که شما میتونی خمره رو درست کنی. میشه فردا شما بیاین اونجا؟ نه بابا، کی گفته من بلدم خمره درست کنم؟ به چه گفتم آقا خبر نداشت. آخه درست کردنش که بین آسونی ها نیست، وسیله مخو باید خمره نو بخره. تازه این به زورت چسبونده بشه دووم نمیاره، باید دولت بره شما یه خمره نو بخره. تا بخوایم تقاضای خمره بکنیم که دولت برامون بفرسته خیلی طول میکشه. اینجا که کسی خمره نو نمیفروشه. به هر حال بد نیستش که شما سری به مدرسه بزنین ببینین همین خمره درست میشه یا نه. اگه درست بشه هم به من کمک کردین هم به بچه‌ها. بالاخره بچه شما توی همین مدرسه درس میخونه دیگه. چشم، حرفی نیست، اما این چند روز خیلی گرفتارم. انشالله هفته دیگه بیام میتونم درستش کنم یا نه. خیلی دیره. خب من کار دارم، نمیتونم کار زندگی ما خود ول کنم. حالا نمیشه کارتون هر رو تحصیل کنه، ثواب داره. این آقا اینجا غریبه که از کار زندگی من سر در نمیاری بی خود حرف نزن. ببخشید مزاحم شدیم. سلامت، خوش اومدید. بابای چرا نمیای مدرسه؟ چرا با معلمتون گپ زدی؟ چی تو گپ زدم؟ هزار کار زندگی دارم. من میتونم کار مردم دوم میده خود ول کنم، بیا مرز مفتی که خمره درست کنم. دیگه دنبال کار دارم، کی بهشون من اومده؟ ها؟ حالا چطور میشد اگر صبح اول میرفتی مدرسه بعد میرفتی سر کاری؟ میترسم با این کارات معلم ناراحت بشه بچه رو مدرسه بیرونش کنه آخرش. اولا که اینجور کاری نمیکنه، برشن کرد که کرد. منم پیش دست خون تا کار یاد بگیره، همین که درس خونده بسش. بیا بگیر بخوا که دوباره که کنی میزنم تا بیمیری. من سوا صبح رو نمیشه صورت آقا نگاه کنم. نگاه خب نگاش نکن، میری مرز درس بخوری یا صورت آقا نگاه کنی. بیا بگیر بخوا. چقدر بهت بگم کار دارم نمیتونم بیام. آقا به مردم کار دارم، باید برم کارشو تموم کنم. حالا از اون جوگندان به سطح سرمایه زمستون بیرون نشه. نه قول دارم میای مدرسه خود را درست بکنی. بی خود قول دادی، باید اول از من پرسیده باشی بعدا قول بدی. به مدرسه دیر میشه. به مدرسه دیر میشه. نیست؟ کجا رفته؟ اسماعیلی برو در خونهشون
از قول من بهش بگو زود بیاد مدرسه. او اگه بابات هم نیومد خمره رو درست کنه عیبی نداره. او اگه نیای خودم میام گوشتو میگیرم میارم مدرسه. فهمیدی؟ بدو. زودم برگرد، میخوام بیام سر کلاس شما و چهارمیا. بدو. مرد کبرا هم خونه نیست؟ نه رفته مدرسه. المرد در رفته. در رفته؟ چرا؟ یک زمن خمره بچسبونه از خیلی در رفت. چند دفعه به این مرد گفتم برو مدرسه نرفت و بچه هم مدرسه بیرونش کرد. خیلی کتک خورد؟ کتک نخور خیلی کسی در رفت. گمرا کجا باید عجله؟ احمد تو مدرسه در رفته، نمیدونم کجا رفته. شما اونو ندیدید؟ پیداش بکنی غمم نباشه، غصه نخور. میای یه خونه گشنش کشو. پیداش بکنه. چی شد؟ 700 تا. اون چیه نوشتی؟ چرا 7 گذاشتی؟ 3 هفته 21 کی میشه؟ اون نمیخوره که. 8 بذار. پاک کن. 3 8 24 تا. آقا اجازه. کجا رفته بودی؟ آی چی رفته زود برگشته. چرا بدون اجازه از مدرسه رفتی بیرون؟ آقا رفته بود دوباره پی اون که بگه خمره بچسبونه. ساکت! به چی میخندی؟ خب بی برو بشی. ایرادی هم نداره اگه بابات نیومد، فهمیدی؟ دفعه دیگه هم بی اجازه بیرون نروم از. خب باریکلا برو بشی. تمام ادامه بده. کلاس چهارمیا ساکت. با تو هم ابراهیمی تو اون کلاس اولی‌ها رو ول نمی‌کنی، تو این کلاس هم پنجمی‌ها رو اذیت می‌کنی. چرا اینقدر شلوغ می‌کنی؟ خیلی خوب عبداللهی برو بشین. کلاس پنجمی اینا رو بنویسن امشب تو خونه حل کنم. قنبری اسماعیلی رو ندیدی؟ نه مگه بده. فرستادمش به تو. اومد خونه تو. بچه در مدرسه درش کردم. چند دفعه گفتم به مدرسه سر بزن نرفتی خمره رو درست کنی تا بچه در مدرسه درش کردم. درش کردم؟ چی میدونم؟ خجالت کشیده در رفته میگم. فرار کرده؟ حتما معلمش چیزش گفته اونم خجالت کشیده. من میدونم بابای معلم باید بگرده به چرا پیدا کنه. آقا مدیر خواهی چی نگفته خودش در رفته. تو حسنتا در بیاد. چی شده آقا اینجا مدرسه است؟ مدرسه بسته باشه جهنم که مدرسه. چه مدرسه باش بابا. چه کار کردی؟
نمیذارم کتکت بزن. آقا خونه میای من میدونم تو برای خونه میای. اقلا آقا مؤلف بزنه فکرش نه. چرا اذیتش بکنی چرا پولش کی؟ آخی همه که دیگه اومده خمر رو بچسبونه حالا فهمیده که اومده بچشو بزنه. ببخشید آقای مدیر. بابای احمد هر وقت اوقاتش سخت میشه نمیفهمه چه کار کنه. شما باز ببخشید. برو خونه رو. آقا بفرمان نظم مدرسه رو به هم نزنی. حامتون اینه؟ بله. نمیشه کارش کرد. چرا؟ داغونه، یه عده شکسته، او عده شکسته، گلو شکسته. هیچ کارش نمیشه بکنی. همه شکسته گاهی، همه شکسته هست. نمیشه کارش بکنی. حالا نمیشه یه جوری بچسبونیش؟ دیگه یه خوده خاکستر آهک و سیپیل تخم مرغ خیلی زیاد تهیه کنه یک کارش اگه شد بکنه شایدنش نمیشه بستش بزنی؟ آقا جون وسیله مخواد سیم مخواد مته مخواد که اینا سراغش کنه سیم مخواد که اینا ببندمش تازه پوسیده گرمای تابستون و سرمای زمستون از بینش برده حالا این وسیله‌ای که گفتم میگه تهیه کنی آهک و سیپیل تخم مرغ با خاکستر اگر بتونه یه کاری برات بکنم پس ممکنه درست بشه ها؟ به امید خدا وسیله که حاضر کردی اون هفته میان انشاءالله تو همین هفته درست بگه اون هفته هرچی من قنبریه بزنید عوضش خمر ما را درست بسیار خوب برید سر کلاستون بدویم خداحافظ خداحافظ شما سلام تا هم برو سر کلاس بدو همونطور که دیدین پدر قنبری قراره بیاد که خمره مدرسه رو درست کنه فردا صبح هر کسی تونست یه خورده خاکستر نرم علک شده آهک و تخم مرغ بیاره گفتم هر کی هرچی تونست بیاره حالا آروم بری خونه بیا اینا چرا اینا میگی بابا آقای قول واسه مخا خمر من سر بچسبونه گفته خاکستر و تخم مرغ و آهک بریم من خواهد تخم مرغ برم تخم مرغون کجا بود خودو نهرم بخورم وقت بدم ببری مدرسه خمره بچسبونی ها بچه چیزی من خیلی دارم میکشم که چیزی نبرم گوشت پولو نمیدارد چی برام؟ بچه بگن نمیبینی این همه خاکستر خاکستر؟ فقط خاکستر؟ ها همین خاکستر هرچی دلت بخواه همین خاکستر حالا بدم ایشی مخشاته بکن این خاکستر هر تاش میخوای ببر اگه به دست دل نفع بسیده چشم کور میشه دست نش بده من
برد مریضان تخم مرغ در دومی با اونه بره ما نگی شما هیچی نبر فردا دیگر اینقدر آک و خاک سر تخم مرغ بیاره که زیادم بیایه بقیه جاو که دیدی نبرم این زبون بسته را نزن خاک سر ببر خاک سر نبرم رو ببینی غلط میکنی یه نبرم گوسه بشنم خلام تا مشکنم تو میام مدرسه شکایتت میکنم نمیخوان یه مدرسه بری این چه مدرسه کار میاد چیزی بخوام خب روا دولت میخره فردا میام شغلیت میکنم میگه هر میاد خونه علم شنگه بپا میکنه چرا مشقت همه رسید امشب حتی تخم مرغ حقته میخوای بپزم بخور نمیخوای فردا ببر مدرسه تو چی ده ناراحتی؟ بابات خود قبول کده بره خمره رو بچسبونه تو نمیخواد یه چیزی ببری بچه هرچی کارش دارم میبره اگر خواسته باشی اذیت کنی بابات اوقاتش تلخ میشه نمیره خمره رو بچسبونه او وقت آب رو جلو بچه هم میره حالا بیشی اینجا این نت بزن این روم نمیشه این تخم مرغ ایتونه تو برداشتی؟ بله میخوام برم عرصه با سفیدش خمره بچسبونم همه دیروز تخم مرغ بردی دورم تخم مرغ برداشتی ببینی؟ مرسه خونه بردم دوان سهر زد و کون دفتر گرفتن نکن اینجا به چه روزی در آوردی؟ این چه وضعیتیه؟ آقای ما خاک در عرق آوردیم آقا ما خاک در آوردیم کی گفت که شما اینقدر آهک و خاکستر بیارین؟ چرا خودتون اینجوری کردین؟ آخه این چه وضعیه؟ من گفتم بیاری بریز رو خودتون؟ آره؟ آقا ما تو خورده آقا من تو خوردم تو راسته که خب حالا نگرش دار کی دیگه تخم مرغ آورده؟ آقا من تو هم نگرده بعدم بهت میگم آقای دیگه قمر به راسته یه برده که به کس نخوره چند تا تخم بخوا لازم نیست معلومه که 4 تا تخم مرغ کمه حالا همه چیزایی که آوردیم برداریم میاریم بذاریم کنار خمره جواد فردا صبح یه آهک خاکستر نمیخواد بیاریم هر کی تونست تخم مرغ بیاره حالا بریم سر کلاساتون بریم بریم بودو ببینم بودو ببینم مرکا بشینیم ببینیم بچه‌ها من کی گفته بودم انقدر آهک و خاکستر بیاریم ببینید خودتون مدرسه رو به چه روزی انداختین ما بیشتر به تخم مرغ احتیاج داریم فردا سعی کنید تخم مرغ بیاریم آقا ما رو نریم که
تخله. آمانه داره. آمانه. بسیار خوب. هر کسی تخم مرغ بیاره نمره کار دستیش 20 میشه. میتونین روی تخم مرغ رو با دقت نقاشی کنین و بیارین. یادتون باشه که تخم مرغ پخته نباشه. مشته نه. حتی تخم مرغ داری به من قرض بی دوسته موقع ببره مدرسه. مشته نه. موقع تخم مرغ بره مدرسه بخوره؟ نه نمیخواد بخوره. میخواد ببره مدرسه نمره بگیره. نه من تخم مرغ ندارم. توخ بذاره. بایو میتونی تو حتی خر بکشی که قشم مثل اسب باشه؟ این تخم مرغ یعنی چیه اسب خر بکشم؟ آقا گوتره تو خود نقاشی بکشه. این تخم مرغ من نمیتونم نقاشی بکشم، خودت بکش. بایو قلم رنگی نرم با چیزی بکشم. آقا با دو قلم مرکب بکش. چرا از من میپرسی؟ از مدیرت بپرس. چرا حیبونا میزنی از داری؟ بچه ها ساکت. 15 تا تخم مرغ جمع شده. نقاشی های بعضی هم بد نیست، البته چند تاش خیلی خوبه. آقا اجازه اگه کسی تخم مرغ نیارده باشه نمره کار دستی صفر میشه؟ نه، اونا باید چیزای دیگه درست کنن و بیارن. آقا اجازه وقتی نیست مرغ تخم نکرد پیرم داریم لاز گفت خودتون تخم خرید. پول لازم نیست. بدو برو تو صف. بدو باری کلا. آیده تخم مرغ فرمونی جمع شد. خدا بده برکت. سیفی داشت که من چسبوندن خمره. زهر داشتن که خودتون نوش جون کنه. عجب کله که داره که این همه تخم مرغ جمع کرده. سرتو بگی بالا ببینم. کی حرفا رو یاد داده؟ آقا شوخی کرده. شوخی نکردی. حتما این حرفا رو تو خونتون میزنن. خیلی خوب. تخم مرغی که تو آوردی وردا ببر خونتون، فهمیدی؟ آما نه بره. آقا بگم کی ایسته؟ بابا از اون خدیزه یه روزگاره. تو حرف نزن. کی از تو سوال کرد؟ یه بار تو صفت میرم. یالا بدو. همه اونایی که تخم مرغ آوردن تخم مرغاشونو بردارن ببرن. اسم همه‌شون یادداشت کردم. نمره کار دستشون هم بهشون میدم. آقا مگه نلقه خمره بچسبونه؟ آقا اجازه ما بریم من پیرون بگم بیا خمره بچسبونه. گفتم همه تخم مرغاشونو بردارن. پس چرا معطلی؟ تخم مرغ لازم نیست. آقا با تخم خونه نبری. هر کی نبره فردا نیاد. فهمیدی؟
مال کیه؟ گفتم این مال کیه؟ ما رو ببخشید. شده ما رو ببخشید. آقای تخم مرغ رو بدن تو تختون. آقای مدیر اون ازم. سلام علیکم. به خدا قوت بده. آقای مدیر شما هنوز خیلی جوونی. مثل ما پیرمردان نیستی که از کوره در میرن. مگه چی شده؟ از ما پنهون نکنید بچه که از مدرسه اومدن خبر آوردن که شما از حرف پسر عباس علی ناراحت شدی. ای بابا از این حرفا چرت و پرت زیاد میزنن. شما به این حرفا توجه نکن. شما از چی حرف میزنی؟ موضوع زرده تخم مرغ چی بوده که شما ناراحت شدی؟ حالا قلوم سنکی منه بیا یه خمره را درست کنه. هنوز معلوم نیست. خداحافظ. سلام. سلام آقا مدیر. بفرمایید تو. نه دیره. اگه میشه بیاین خمره مدرسه رو بچسبونیم. چیزایی که لازمه آماده کرد. ان شاءالله پس فردا میام درستش کنم. بعدا خیلی گرفتاره نمیتونم. راستی آقا مدیر شاید اوقات تخمیر امروز. خداحافظ. وقتی اومدی مدرسه با هم صحبت میکنیم. آقای مدیر چیزی خدمتتون خواستم عرض کنم. مخواست از بچه ها ناراحت نباشید. بچه از اون نفهمی حرف میزنن. البته تقصیر پیر مادرشونه. اگر پیر مادرها نگن بچه ها نمیگن که مثلا شما با سفیدای تخم خمر مدرسه بچسبونه به زردش خود نوش جام کنه. شما برای بچه ها زمان خداحافظ. میبخشید. بعد برم جایی میترسم دیر بشه. سلام علیکم. کجا آقای معلم با این عجله؟ بی خود خودت ناراحت نکن. تو که قبر بچه های مردم زحمت بکشی حق نداری که 4 تا تخم مرغ بخوری سر و کلت بی قوه شده. با تخم مرغ رو بخوری که قوه بگیره دیگه. باور کنید وقتی پسرم گفت که شما از دست بچه عباس علی ناراحت شده تو عصبانی شده تو می‌خواست تخم مرغ رو پس بده قدر اون خاطر تلخ شد که چه نونی سیلی هشتم تو کپشو گفتم بچه دیگه جای دیگه گفا نزنیم. دیگه فرمایشی نیست؟ کجا؟ عجب مردمی هستن. سلام آقای مدیر. کجا بودید؟
درست آب دیره زیر پا درد کردم. مدرسه هم رفتم نبوده. از شهر یکی بسته و یکی نامه برد اومده. اونا رو گذاشتم تو اتاق. آبم بردم ریختم تو کیتی، اتاق را جارو کردم. چای هم حاضره. ممنونم، زحمت کشیدی. آقا غلومش کی میاد خمره را درستش کنه؟ بالاخره میاد، همه چیز آماده شده. امروز تو ده همش حرف شما بود. میگفتم اوقاتتون تلخ شده. محمود خواهش میکنم دیگه راجب امروز حرف نزن. داده بیدار. نوشته بودی برای اینکه تنها نباشی یکی از جوانهای آبادی با تو زندگی میکنه. خدا عمرش بدهد. یک خورده برنج و مربا برایت فرستادم. یک پیراهن هم فرستادم. قابل شما رو ندارد. از سلامتیت ما را با خبر کن. راستی برایم بنویس حقوق گرفتی یا نه. بازم میخوای؟ نه آقا شام خوردم، شما بفرمایید. آقای مدیر به نظر شما خمره درست میشه نه؟ چی کار به خمره داری؟ تو که شاگرد مدرسه نیستی. آقا من خیلی دوست دارم از این خمره آب بخورم. وقتی که از خمره مدرسه آب میخورم خیال میکنم شاگرد مدرسه. هیچ وقت مدرسه نرفتی؟ آقای مدیر نمیشه کاری بکنید من فرش مدرسه بشم. محمود میتونی به بچه ها خبر بدی که فردا با خودشون نون بیارن؟ نون؟ آره، فقط به اندازه یک کف دست بیارن کافیه. به 2-3 نفرشون بگی بسه. اونا خودشون به هم دیگه خبر میدن. آقا اجازه کازمی داره نونشو بخورم. گفتم صبر کنیم نخوریم. یه نفر آقا من وجود داشته آقا بخورید دیده پیر خمری داره میاد. آقا نه پیر خمری داشته میاد. غلام حسین داره میاد؟ خب باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. این بچه باید در حق زمان بهتر کار میکردم. برین عقب. برو عقب. برین عقب. عقب‌تر. برو عقب. برو بیار. چند نفر میری؟ صبر کنی. یه نفر بره. انبری تو برو. کاظمی تو هم برو چرا خوراک پذیر بیار. مواظب باش نفتاش نریزه ها. اسماعیلی تو هم برو قوطی روغن و قابلمه و قاشقو بیار. لگن یاد نره. بقیه هم برگردی بیا اینجا. بجایی. چیکار میکنی آقای مدیر؟ به خود نه درست میکنی؟ بچه آقا مردم سفرد پیر رحمانی جلو چشم همه موقع زد تا ما بخورد و نوش جو کنه.
یکی یکی بیان جلو. اول دخترها بیان جلو و نونشونی بیارن، بعد کلاس اولیا. برو از اتاق من نمک برده بیار. اما بی نمک خورده. عیبی نداره، برو باریکلا. خیلی برو الان نمک میاره. آقا این خیلی کمه، خب اول یا خب بیشتر، چرا به من کم بده؟ باید به بچهای دیگه هم برسه. برو باریکلا. مالون خالی بخوره؟ خیلی خوب اسماعیلی بیا اینجا. کسی صف رو به هم نزده تا من برگردم. تو صف وقتت؟ صف به هم ندنه؟ ایخه قلب تو هم نخوردی؟ اینه که خورده برای کنار تو صف بسه علا آقا بیا دست بزن. اسماعیل برو سر جاد وایس. بچه ها صف رو به هم نزدین، فقط اونایی که تخم مرغ نخوردن به صف بیان جلو. آخ جون مربا، خوشبال کسایی که تخم مرغ نخوردن. تو که خوردی، برو بیرون. برو. خودت که نخورده؟ من سیرم. بچه ها همه برید سر کلاس. بچه بیا پای میدارش بهش کش خود دوباره. اما تشنونه برو آب بیار بده تو خمره. حالا آب توش نریزه، بذار قشنگ محکم شه، خوش بشه. میدی الان چسبوندمش. آقا ما تشنونه، پس تو آب بخوره. کار من تمومه. آقا ما با کاری نداره. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقا ما تشنونه، پس چی دار بخوره؟ شما چقدر آب میخورین؟ مگه چی میخورین که اینقدر تشنتون میشه؟ آقا آخه مربا تخم مرغ خورده. با صف برین لب جو آب بخورین، زودم برگردین ها.
دست در الان درست میشه. بیا بیارن زیر. گرمه چی بود؟ الان این پتو خوب جای گرم پیدا کردی ولی نارم اون آقاییم اگه مالش به من معادل گفتی تا جام قیامت بکنه شما او رو نمیشناسه. گفتم برین سر کلاس، به شما مربوط نیست. برین بیرون، برین سر کلاستون. بیرون بیرون. خشک شدی. تو چرا نرفتی؟ برو بیرون. بلند شو ننه، بلند شو شربت تا بخور. بلند شو. بلند شو شربت. بیا. آبم بالاش بخور. آقا! خون بپرسیدن امیر نگاش کنه! چرا خودتون اینقدر خیس کردی؟ بچه ها راست میگه. اول همه قنبلی آب بخوره. چون واقعا به نظر کجا؟ زیر خور آقا نفقه زیر خور شکسته حیف از این سفیده تخمه ما کرم شد قنبلی آقا حالا چکار کنه؟ بچه ها خمره درست نشده. کاری نمیتونیم بکنیم. باید صبر کنیم تا اداره فرهنگ یه خمره نو برامون بفرسته. حالا بریم سر کلاس تا از کار ما عقب نمونیم. بریم. دارا انار ندارد دارا انار ندارد. آقا معلم شما اینجا چه پرسه؟ کارتون چیه؟ مگه چی شده؟ بچه من رفتم او بخورم افتیده تو جوب انداختمش تو جوب و شب تا صبح تو داشته خون نرفته تا صبح نکنه افتاد تو جا مرده بود. و شما چه کار کردی؟ کسی تو جوب ننداختش، خودش افتاده تو جوب. آقا یه خمره بخرید بذارید اینجا دیگه. میگید خانم چیکار کنم؟ یه نامه نوشتم اداره فرهنگ که خمره بخرن و بفرستن. حالا بالاخره یه مدتی طول میکشه دیگه. اگر دولت خمره نمیخره ما با پول خودمون خمره بخریم بیاریم بذاریم اینجا. پول جمع کنم بدم عباس بزنم بره شهر بخره بیاریم بذاریم اینجا که 4 تا بچه مردم بخورن راحت بشن. بسیار خوب. اگه این کارو بکنی که هم بچه‌هاتون راحت میشه هم من. ثوابی هم کردیم. بکنیم دیگه. ببینیم و تعریف کنیم. مگه گردن میشه کسی که خمره بخریم بیام بذاریم اینجا. به شرطی سر هفته بخرم بیام بذارم اینجا بذارم. ببینیم و تعریف کنیم. میخرم دیگه. چرا نخرم؟ مگه دستم شکسته میخرم دیگه. شما خاطرتون جمع باشه. نرگس های سلام کجا هستی؟ سلام خبر کجا بودی بیچاره دنبال خود انداختی؟ هیچی خمره مدرسه شکسته بچه ها اون ندارم بخورم منم کمک کنی. ما نداریم دستم خالیه شوهرم رفته شهر کاری بکنه. حالا هر چی داری بده. گردو بده بعدون بده هنجیر بده هر چی داری بده. زود باش میخوام برم یه جا دیگه. فقط میتونم نیمه گردود بدم. خدا خیرت بده. احمد کیسه بیار بکنم توش کنه.
سلام علیکم. چطور شده خبر؟ میگه بچه شما مدرسه نبره. بره میگه چطور بشه؟ خمره مدرسه شکسته کمک کن بخیم خمره برشون بخریم. وضعمون خوب نی ولو کن. چرا وضعت خوب نی؟ 2 تا باغ زدی که نبازی دنه 5 تومن بده من ده. 5 تومن؟ شما میگه کات خدای مدیر مدرسه میگه دولت خودش با خمره بره مدرسه بخره. دست تباکو تو جیبه. چشاتا ببر. خدا را یاد کن. هر چی که از دستت میاد بده به من ده. تا یاد ندی به من از اینجا نبرم. 2 تومن رو بسون و از اینجا بچه برده بیرون. حالا آخرش فردت گرفت. بله من خبر تو چه کار بکنی؟ این آبادی را به هم رختی میگه اینده آبادی بزرگتر نداره کت خدا نداره. بله ایده هم بزرگتر داره هم کت خدا اما مدرسه که خمره نداره. تو چه که مدرسه خمره داره یا نداره؟ چرا به مردم زور میگی؟ چرا دیونه بازی در میاری؟ اگر اون جبون مدیر مدرسه تو را خامت کرده که دور بیو من خود که خامم نکرده. من به کسی زور نمیگم. هر که هر چی دلش میخواد بده. حالا بگو ببینم خودت چه غم میدی برای خمره مدرسه؟ یا الله. بله بفرمایید. اینجا هست آقای مدیر؟ بفرمایید. شما که درس خونده آدم فهمیده‌ای هستی چرا کاری میکنید که عاقبت پشیمونی بیاره؟ چی شده؟ چطور می‌خواستی بشه؟ این زن بدی نیست. شما نمی‌شناسید این زن بدی نیست. زحمت کشه دلش هم بخواد به همه کمک بکنه اما ساده. دور از جونتون خود عقلش هم کمه. شما بهش گفتید را بیفته تو آبادی از این اون چیزی بگیره و آبرو ریزی کنه؟ باریکلا. من به اون چیزی نگفتم. خودش داوطلب شده که عقلش نمیرسه. بسا مردم پشت سر اون 1000 جور گفت میزنن. میگم پول و جنس حالا برای خودشون بخوام. اگر این هنچونه که میشد خمره بخری خودمون خریده. حالا نمیشه داره مدتی تو همون دل آب بکنه بذارت کنار مدرسه بچه آب توش بخورن. نه نمیشه. اون حالت زنگ زده و پوسیده است. سوراخه. بچه ها که آبش میکردن تا مدرسه میوردن نصف آبش میرن. تازه علف خطر داره. بچه ها هم یه رول میدن روش. اگه لب دهن یکیشو بخوره لبش جر بخوره جواب پدر مادرشون کی میده؟ خلاص خودتون میدونه. این زن به اسم شما. اسم من؟ چرا به اسم من؟ به اسم شما یا به اسم مدرسه داره کاری میکنه که عاقبت خیری نداره. آخرش هم برای مدرسه خمره نمیخره. از من گفتن بود و از شما شنفتم. من بیشتر ندارم. اینا نرده بودی غمی نبود. تو برو شکم بچه ها سیرکو خیلی خوبه. کاش که غیرت تو را پول داره و گردن کلوف تا یا آبادی داشتم. بسته دیگه زن برو دنبال کاره. من به شما گفتم برای خرید خمره جنس و پول جمع کنی؟ من خودم خواستم. آخرش این خمره را بخرم میذارم گوشه اون مدرسه. آقای مدیر شما به اندازه خودتو کمک کنه ثواب داره. خجالت بکش زن. دیونه بازی بسه. دست از سر این بنده خدا بردار. بچه ها برید بیکارتون شه. دنبال سر این زن را افتادید که چطور بشه؟ خب کم خدا با این حرفات خودت چه غم میدی؟ من سر به سر تو دیوونه نمیگذارم. هر غلطی خواستی برو بکن. حالا میبینی زنی که دیو نبره خمره بخرم نگم کنار مدرسه یا نه؟
اینم سهم من. هرچند چشم آب نمیخوره که بشه با این پولا خمره تهیه. خدا عمرت بده که کمک کردی. گفت اینو اونا گوش نکن. خواهر با حرف خودش وقتی در سفتی و سختی. محمد علی چطوره؟ محمد علی خوبه. بچه برید. سیلیزا بیا قربونتم، بیا اینو کارا بخر مور بده. بیا ببین چه چیزایی دارم، گردو دارم، بادوم دارم، توت دارم. بیا اینا رو بخر، ثواب داره. میخوام بریم خمره بخریم برم مدرسه. کمک بکن. این مردم از هم دیگه میترسن. شما دوتا بیا شادت باشید که بعدا گف نباشه من اینا رو بفروشم. یا اینجا بابا زمین برو. ببین چه چیزایی من تو کار دقیق نمیکنم. ببین چه چیزایی تو نگاش کن. من تو کار دقیق نمیکنم. من چیزی نمیخرم. نه نبرم خونه خودم نگم میدارم حق دارم چی بخوا بده. عباس هرچی تو کسی که داری نداری میری ها بعد گم نکنی ها. صفحه بردی تنیستم بیا عمر راسته یه سالم بیا زودی بیا بذار تو مدرسه. آقای مدیر بچه ها بیا دیمین این عباس دارم برن خمره بیاره. آقای مدیر تا هفته دیگه خمره رو میارم میذارم گوشه مدرسه. عباس پولا بگیره برو. خوب شدی برو تو بچه رو. نه اینطوری نه، با دست آب بخوریم. بلنشو بشین، دستاتون رو خوب بشورین. بلنشو بشین با دست آب بخوریم. آبم کثیف نکنیم. بلنشو تا پایین دستیان بتونن آب تمیز بخورن. بلنشو بشین با دست آب بخوریم. اینجوری که آب نمیخورن. نگاه کن. مگه نمی‌بینی اینا داره آب میخورن؟ گوسفنده ببر کنار. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ ببرشو کنار. بیا بیا اب نداره. یه دفعه افتادی تو آب. بیش نترس. آب نپاش. خیلی خوب. آب خوردن و بازی بسته دیگه. فردا میارتون نره آبخوری با خودتون بیاری که دیگه با دست آب نخوریم. فهمیدی؟ خیلی قشنگه. خیلی در ما رو انداخت. تو چیشیه؟ شربته؟ خیلی خشه؟ بی محمدی؟ بی خدا خواهشم میگیره. برای خواهش خیر میده. لواد میاد شرط میلی تو بطری که آمه همی آمه که ما مخوریم. بیا من چیشیه؟
بلند شو. بلند شو. خیلی درد میکنه. ببین چیکار کردی؟ بلند شو. ببین دست بچه مردم رو چیکار کردی؟ نگاه کن. بلند شو. آقا نرد ناشه به خودی که به مریدی هیچ باقی نمیشه. سب کن ببینم. خیلی درد میکنه؟ آره؟ اسماعیلی برو تو اتاق، یه خورده غم بریز تو لیوان، آبم بریز، هم بزن بدو بیار. بدو. بلند شو اینو بخور. ابراهیم بخور الان حالت خوب میشه. میتونی بلند شی راه بری؟ یواش یواش برو خونتون، اونجا استراحت کن. دیگه بعد از اینم با کسی دعوا نکنی ها. بعد از اونم اگه حالت بد بود نمیخواد بیای مدرسه. برو. آقا میتونی آب خوری؟ حوض بخورده. آقا یه جای لیوان در لورده. بابا درد نیارده که آب بخوره. در لورده این بر مدرسه. هیچ کدوم از این ظرفایی که آوردیم به درد نمیخوره. گفتم ساکت. استکانا، بطریا، لیوانای بلور و هر چی شکستنیه همه رو برم بزنید لب ایوون. آقا بعد چی آب بخوره؟ نمیدونم. حالا آروم و بی سر صدا همه ظرفا رو برم بزنید اونجا. بعدم بری سر کلاس. قنبری بیا اینجا. چرا کاری کردی که اونجور بزنمت؟ دستت چطوره؟ بد نیست آقا. از ابراهیمی خبری نداری؟ نه میخواستم بپرسم که خونهشون کجاست؟ خونشون پایین آبادیه. وضع زندگیشون چطوره؟ وضعشون خوب نیست. از خودشون باغ زمینی نهرن. پیه ایجاب تشکارگاری. هر سا زمستون برمیگرده 9 روزا داره میره. خیلی خوب. رفتی خونه به بابات سلام برسون. سلام آقای مدیر، کجا تشریف میبره؟ هوا بد نیست، قدم میزنم. خب چی شد؟ بالاخره عباس میاره دیر نکرده. خداحافظ. من که چشم اونم بخوره. حالت چطوره؟ بهترم آقا. اگه حالت خوبه چرا بعد از اون مدرسه نیومدی؟ قرار نبود تنبلی کنی ها. بیا این مال توه. یه خورده برنجه. به مادرت بگو برات آش بپزه. فردا صبح بیا مدرسه. ماشین زحمت کشیده. فرمایت خونه؟ نه کار دارم. باید برگردم. خداحافظ. من که گردو نخواستم. برشون گردون خونه. دیگه نگیری ناراحت میشه. این که سمال خودتونه.
که میره شهر نفت بیاره. سوای هوا خوب باشه میره شهر. چه کارش داری؟ هیچ اینا ولا های مدیر حتی کسی گیر دوه دو تا فقط نامه و 200 تومن پول. اینا رو داده کسی یا بفرسته بره مادرش. بزن اینجا. خداحافظ. نمیدونم چه کنم، از حرف مردم دارم به خوش میشم. خدایا چه کار کنم از گپ مردم؟ چیه؟ چی شده؟ آقا نمیدونم عباس کجا رفته، چه شده. نمیدونم تو خاک و تیفون و دولق گیر کرده یا تو خمره شکسته. این که دیگه قصه نداره، انشالله پیداش میشه. میاد چیزی پیدا بشه؟ مردم دارم منو بکشم، منو دارم دلگوش بکنم با این حرفشون. میگن رفته تو شهر پول خمره رو بالا کشیده، میگن رفت دیدم درک کباب میخوره، مخواسته بره سیم نماره. من میدونم بچه این نیست که این کارا رو بکنه، آبرو منو بریزه. بذار هرچی میخوام بگم، شما گوش ندید. چی آقا هرچی بخوام بگم؟ یکی میگه رفته شهر بمونه، یکی میگه رفته دکون باز کنه، یکی میگه رفته زن بگیره. حرف مردم تیریه که میخوره تو جگر من 2 روز تو خونه نمیتونستم دریم، کم شیت پاک کنم نوشتم. رفتم پیش سید رضای عجب گالش گرفتم. به جون بچه هم میگن که پول خمره برداشتم گالش گرفتم. من همه پولاشو شمردم دادم عباس. میدونم لازم نیست قسم بخوری. آقا شما گردو برای مادرتون دادی؟ گردو؟ بله. چیزی شده؟ نه چیزی نشده، شما ناراحت نباشید. ناراحت؟ برای چی ناراحت بشن؟ چه جوری بگم؟ میگن گردوهایی که برای خمره جمع کردیم شما یخ داشت دادید برای مادرتون. میگم من پنو بگی گردو دادم به شما. یعنی چی؟ خجالت نمیکشم؟ بی انصافا. آقا تازه شیرم برام گفتم. من شیرم بخون. بود باش مادر. گر بخواهی خمره آید توی ده، پول بده، انجیر بده، گردون بده. مادر آقا مدیر گردون گرفت، در گلوی جواد زالو گرفت. به این مردم چی میشه گفت؟ مگه اینا دین ندارن؟ مسلمون نیستن؟ چرا اینقدر غیبت میکنن؟ ناراحت نشید، اینا گناهو پاک بکنم. مگه میشه ناراحت نشد؟ من که از سنگ نیستم، آدمم. باید تکلیفم با اینا روشن کنم. ببینم این چرت و پرتا رو کی نوشته داده دست شما؟ این تو خونم. آقا جده بابا کی گفته؟ معلومه که موسی گفته. همون که گوت همون چرمه تا کلاس 4 درس خونده. چطور شده آقا؟ چرا نام خوش بید؟ حالتون خوب نیست؟ خوابم نمیبره. تو بگی بخواب. من بیدار بودم. دیدم که شما تا صبح نخوش بیده. نمیخوام ناراحتتون بکنم آقا. از حرف خواب بابت گردو ناراحت شده. فکرش هم نکنه. گفتم بخواب. اینجا کجا داری میری؟ شما باعث شده که آقای مدیر وقت نبره. از زنی پشت سرش حرف زده تو چیزی گفته. ببینه خجالت نکشه. نگاه کنید من با پول خودم خریدم این کفش. نه با پول خودم. آقا همین چند روز پیش داشت میرم خونه ابراهیم بره احوال پرسید. خودم دیدم حتی کسی زیر پیرمش قایم که از خودم پرسید خونه ابراهیم کجاه. آقا برم ما بیر اینجا برده بود. آخر یه لحظه اومدید تو مدرسه ببینید که این آقا در نبودن آب و خمره چه زحمتی به
شما بکشه. من خمره دارم به مدرسه شما چه کرده؟ من خودم به آقای معلم دادم. آقای معلم قبول نمی‌کردن با التماس و خواهش دادم. بس که ناراحت بود تا صبح نخواستی. هیچ که حرف نزنه. بذارید خدا آقای مدیر بگه. ماشاءالله از همه باسوادتره، بهترم میفهمه. آقای مدیر اگر از کسی ناراحت هستی بگم بیایه به ازتون معذرت. از کسی ناراحت نیستم. راستش دیگه خسته شدم. شما مدرسه رو تحویل بگیری، منم خودم به اداره معرفی میکنم. ظرف 2-3 روز بعد یه معلم دیگه میاد جای من. کجا بخوای بدی؟ آی مدیر تو مثل پسر من هست. به ریش سفید من نگاه بکن. تو باید پیرمرد بشون که نگه بعد اگر خواستی بری برو سراغ خدا. شما که درس خوندی باید بدونید اگر قرار بود تهمت و غیبت مردمان آدمای خوب را سرد بکنه بزرگان دین دنبال کارشون نمیرن. از کار زندگی افتادم دیگه. چه خبره من شلوغش نکن. پول میخوای من بهت بگم میدم. جوایی نمیسی دل من نشکن. آقای مدیر 5 تومن خدمتتون هست بعدا حساب میکنیم. اینا بگیر خرید بردار برو دیگه هم حرف نزن. به امان خدا. آقا نره تو را به خدا نره. آقا از ما قرد کرده ما که کاری بدی نکرده. آقا ما بریم سر کلاس. بره سر کلاس ما دیگه پرس نکه نداره. آقا برا میام برید بچه ها برید سر کلاس. بفرمایید سر کلاس. خیلی ممنونم. بره بچه ها من فکر میکنم بره آب خوردنشون انشالله به سلام.